حالا کلید چیه؟ قطع و وصل کردن. موتور رو قطع و وصل کنه، اون موقعی که ما بهش فرمان میدیم قطع و وصل میکنه. این یک دونه. حالا شستشو نگاه کن، شستشو چپ و راسته. خوش کن فقط یک طرف میزنه، ولی شستشو چپ و راست میزنه. یه چپ داریم، یه راست داریم، هم مشترک قطع و وصل. وقتی هم به اینو خوش کن میده، فقط شما وصل میکنید، قطع میکنه، وصل میکنه. قطع میکنه، وصل میکنه، قطع میکنه، وصل میکنه. حالا اینجا یک دونه پمپ هم داریم. خب این مصرفیمونه. مصرفیمون یعنی چی؟ یعنی یک دونه باید بهش فاز وصل بشه، یک دونه نل وصل بشه که این پمپ روشن بشه دیگه. یه فاز، یه نل. این فازمون که باید بهش وصل بشه، یک دونه هم دو تا سیم داره دیگه، این هم نلمونه. درست شد تا اینجا. این میشه پمپ. بنویسم پمپ تهویه. پمپ تهویه. خب حالا دیگه چه چیزایی داره لباسشویی دوقلو؟ دو تا هم موتور داره. این هم موتورش. یک دونه موتور خوشکن، یک دونه موتور شستشو. خوشکن، شستشو. حالا موتور سه تا سیم داره. یک دونه نل، یک دونه فاز، یک دونه هم وسط میاد واسه خازنه. این هم همین فاز، خازن، ببخشید این هم فاز، نل، خازن، فاز. خب حالا میخوایم وصل کنیم. چجوری وصلش کنیم؟ به همین راحتی. فقط یه نکته خیلی مهم رو بهت میخوام بگم اینجا. نگاه کن رفتی اگه دیدی یک دونه خازن داره تعجب نکنی این چرا یک دونه خازنه. این دو تا خازنه داخل یک دونه است. اینجا میکشم واسط. بذار میکشم قشنگ. نگاه کن داداش، این دو تاست. یک دونه واسه خوشکن که 4، یک دونه هم واسه 12 مال شستشوه. یعنی عدد بیشتره مال شستشوه، عدد کمتره مال خوشکنه. واسه خوشکن 4 اصولا. واسه شستشو هم 10، 12. بیشتر اوقات 10. خیلی کم پیش میاد 10 باشه. بیشتر اوقات 12 است. ببخشید خیلی کم پیش میاد 10 باشه. خب حالا میریم هم وصلش کنیم. خب نل نگاه کن. یک دونه چه چیزایی مصرفی داریم اینجا؟ یک دونه پمپ داریم، به پمپمون میدیم. یک دونه شستشو داریم، به شستشومون هم میدیم. خب دیگه چی داریم؟ یک دونه هم خوشکن داریم. خوشکنمون هم باید بهش یک دونه نل بدیم دیگه، درسته؟ این هم از این با این دارم میشیدم. این هم نل. خب نلمون بس شد. حالا میریم واسه فازامون. اینا هر کدوم فاز داره دیگه. خب فاز اول باید بیاد داخل کلید. چرا؟ چون قطع و وصل کنه موتور رو. اگه بخوایم مستقیم بدی به خودش خب همش روشن میشه دیگه. ولی باید بدید تو کلید که ما بهش یا فرمان بدیم. توی تایمرها، اینا تایمر هم در اصل. تایمرها، داخل تایمرها میدیم، تایمر میچرخه دیگه. وصل میکنه. خودش پلاتین رو نسبت به چرخندهایی که داخل داره وصل میکنه. خب یک دونه فاز میاریم.
میدیم این خوش کن میاد این شد. حالا یک دونه میاد میدیم به پایه وسط، یک دونه هم میدیم به کجا؟ به تخلیه‌مون. هر باید یک دونه مثبت بدیم. خب یک دونه مثبت همون رو دادیم به همه. حالا من خیلی ساده دارم میگم یعنی شما از اول این کاری که من دارم میگم اگه بخوای انجام بدی به راحتی میتونی یک دونه لباسشویی دوقلو رو سیمکشیشو، یعنی اینو بخوای متوجه بشی کامل سیمکشی رو متوجه میشی. خب تخلیه میخواد قطع وصل کنه، پمپمون یک دونه هنوز فاز نداره، فازشو از کجا میگیره؟ از کلید میگیره. دیدی؟ شستشون هم همین نگاه چپ و راست داره اینجا، فقط با این فرق که چپ و راستمون یک بار داره میده به این، یک بار داره میده به اصلی که میشه این. درست شد؟ حالا اینجا خازنامون چجوری وصل میشه؟ خازن واسه شستشو قابی بشنم، واسه شستشو یک دونه میاد به وسط، یک دونه میاد به اصلیمون. دیدی؟ خوشگلمون چیه؟ خوشگلمون هم همینه. خوشگلی که یک دونه داریم همیشه که یک دونه از مثبت میگیره. این هم واسه خوشگلمون. میاد وصل میشه به اصلیمون، این هم میاد وصل میشه. تمام به همین راحتی کلیدمون وصل شد. شما الان یک دونه سیمکشی لباسشویی دوقلو رو به راحتی یاد گرفتید، یعنی اینو بخوای متوجه بشی کامل شما لباسشویی دوقلو رو متوجه شدید. یعنی الان یک دونه لباسشویی دوقلو رو قشنگ میتونید شما جمع کنید، چیزی هم نداره، فقط باید قشنگ به درکش برسید. نظرات پیشنهاداتتون رو داخل کامنت ها واسم بنویسین، خوشحال میشم. بدرود.